سلام، من مرجان هستم. امروز میخوایم با هم دیگه یه تاج گل درست کنیم، همونی که عکسش روی کاور بود. با هم دیگه مرحله به مرحله پیش میریم. من بهتون میگم که چه ابزاری نیاز دارین و تمام مراحل کار رو شما میتونید توی ویدیو تماشا کنید. با من همراه باشید. لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید. بعد از ویدیو اگر خوشتون اومد لایک کنید. کانال تلگرام و پیج اینستاگرام رو هم من براتون این زیر حتما میذارم. برای شروع ما برای این مدل تاج یه شاخه شکوفه در نظر گرفتیم. این دوتا برای زیر کار هستش که در ادامه متوجه میشین دقیقا منظورم چی هست. این رو هم نیاز داریم همراه با این مدل گل. شما میتونید هر گلی که دارید با همین ابعاد و هر رنگ دلخواهتون این کار رو درست کنید. نیاز دارم به کاتر، نیاز دارم به گهواریک، چسب حرارتی و با مفعولای متری که شما میتونید از ابزار فروشی ها تهیه بکنید. من این قالب سر رو درست کردم برای بیس کار. این قسمت رو با هم دیگه میبندیم که بتونیم از توش چور رد کنیم و در نهایت تاجمون رو روی این بیس قسمتش رو با دنباریک میپیچونم دور بیس تا یه حلقه ایجاد بشه که بتونم تور رو از توش رد کنم. تور هم منظورم همون روبانی هستش که در نهایت توسط اون روبان تاج روی سر فیکس میشه. به این شکل در میاد. توجه کنید. از این قسمت نوار تور رو رد میکنیم. این سمت هم به این شکل جمعش میکنیم. خب ببینید باید ما این دوتا کار رو داشته باشیم. این دوتا حلقه به این شکل. خب این نوار گاترین هست. شما میتونید از خرازی ها تهیه کنید. یه نواریه که در حالت عادی چسبناک نیست اما با حرارت دست روی این بیس کار میچسبه. ما توسط این نوار گل‌هایی از روی تاج فیکس به صورت رندوم حدوداً 50-60 سانتی مترش رو میکنم. از یه طرف تاج شروع میکنیم. نوار رو آروم با دستمون دور این فریم میپیچیم. میبینید با حرارت دست کاملا روی تاج فیکس میشه. حالا میرم سراغ گلایی که میخوام باهاش تاج رو ببندم. بیس کارم رو، یعنی اولین چیزی که زیر کارم میخوام قرار بدم، از این مدل شکوفه هستش. البته که خب شما میتونید با توجه به گلهایی که موجود دارین یا گلهایی که تونستین تهیه بکنین هر کاری رو بزنید. فقط اینکه باید ریز باشه. توی این مدل تاج ما از گلای ریز و شکوفه های ریز استفاده میکنیم. حالا شروع میکنم با کاترم چند تا از اینا رو از پایه ساقه هاشون میچینم. نیاز دارم به تعداد زیادیش چون سراسر تاجم قراره که زیر کار از همین استفاده بشه. یه بوته کوچولو ازش فکر میکنم کافی باشه، ولی خب من یه بوته دیگه هم آوردم که اگر کافی نبود بتونیم باز استفاده کنیم. از ابتدای کارم شروع میکنم به پیچیدن این شکوفه ها. تاجمون قراره پرگل باشه، بنابراین برای استفاده از این شکوفه ها اصلا خساست به خرج نمیدم. با حرارت دست این نوار کاملا فیکس میشه روی بیس و این ساقه ها قرار میگیره زیر نوار. بعد از اینکه 3-4 تا از این شکوفه ها گذاشتم، حالا میخوام از اون یکی شکوفه هم استفاده کنم که لابلای کارها قشنگ کنم.
خب همونطور که می‌بینید کار من انجام شد. تاج حلقه گلمون تموم شد. سر تا سرش رو چک می‌کنیم. اگر جایی کم و کسری داشت می‌تونیم شکوفه‌ها رو با چسب اضافه کنیم. البته که توی این مدل تاج هستش که ما در نهایت می‌تونیم با چسب شکوفه اضافه کنیم، چون گلا سبک هستن و امکان ریزشش وجود نداره. تو مدل‌های دیگه که بهتون آموزش میدم ممکنه که نتونیم در آخر کاری رو اضافه کنیم و باید هینه کار حواسمون باشه که کار یک دست باشه و سر تا سرش گل باشه. حالا الان این تور رو رد می‌کنم. این نوار توری هم همونطور که اول آموزش بهتون گفتم فقط و فقط برای اینه که کار روی سر توسط این نوار فیکس بشه. این تاج‌های حلقه گلی که پشتشون باز هست روی هر سایز سری فیکس میشن. شما میتونید به عنوان تل و یا به عنوان تاج روی پیشونی قرار بدین. نمونه ها و عکس مدل ها رو هم براتون انتهای آموزش حتما اضافه میکنم که ببینید. کارمون تموم شد. اینم از تاج گل شکوفه ریز ما. امیدوارم که این آموزش مورد پسندتون بوده باشه. اگر سوالی دارین حتما برام کامنت کنین.